آوردم. شانه و صابونی فرموده اتان رو نیست. خوراکی که سپارش داده بوده. تشکر دخترم. زیغ نشوید خاله جان. بیاید رفته بینیم که اپای سارا در چی احوالن. رفتیم. بیا رفتیم. با کانال ما توپ تاجیکس ابونا شوید تا از ویدیوهای نو با خبر باشید. ما ای مهربانی و خدمت‌های خودت خیلی مینت داریم. سلامت باشید خاله جان. همی یگون روز دیر میایی کو؟ همی قپزمانت میشه. راست. سلامت باشید خاله جان. من باشم با رفتاری اپای رحیمه خاله حیرانم. به هر گونه فکرها خودشان را بند کرده زیغ شده گشتند. من از پای کارهایم میشوم خاله های عزیز. شما باشید استراحت خوبی خود را ادامه دهید. مبادا اگر به شما لازم شوم من در همین نزدیکی ها هستم. جیغ زنید. میلش خاله جان. به شما استراحت خوب. گفتگی برین قریب فراموش کردمانم خاله جان. سردختر گفتن که خودشان پگاه آمده شما رو گرفته میبرن. تشکر دخترم. سلامت باشید خاله جان. ها بوی تتنجیه نیتی کجوی رفتن داری؟ اگر در اوجا جو باشه ما را هم برق خطید. تینجید گونه. پگاه میروم. خدا میداند باز کی میبینیم. ای خیل نگودگانه. حاضر یک گوشه به دیگر گوشه جمهوری رفتن یگون مشکلی نداره؟ راست میگویی. با کانال ما توپ تاجیکس ابونا شوید تا از ویدیوهای نو با خبر باشید. Ana ucha jun metoen ozoduna roh gashtan gire. تشکر بچه. وای الهو برکه یابی. الهو برکه یابی بچه. Ana metoen harakat kune. Oysa oysa no tarsida harakat kune. O ofarin ozoduna roh gashtan gire na tarsi. Salom xolajon. سلام پسرم. Salomatiyatmi chiqilas? تشکر پسرم.
من با آن سراغای گفته‌تان رفتم. خوب خانه رو هم پیدا کردم. اما یک زنی تخمین 30 ساله برآمد و گفت که صبور و شما را نمی‌شناخته است. خانه رو گفت یک ماه پیش خریده است. نغز می‌دهد. Ay bacı. Bia bacacığım bia. Bia. احوالتون خوب؟ نقصر شده؟ سلام علیکم بچه جان من چی خیر شما؟ نقص؟ احوالتون خوب؟ بچه جان من این چیزو گفتگیتون رو آوردم Ay loyun barakayı bacı. سلامت باشید سلامت باشید Maşa xola chkhela. Mar kheli qazmoshidagi. ماشا خدا همین قدر خورسند که از خورسندی حتی جای نشستشون رو یافته نمیتونم من ماشا ایوانی مکتبی دگونایم. در مکتب یک جا میخوندیم. باز یک جا کار میکردیم. بسیار انسانی خوبه. به اینجا اومدنش و شوخی هایش هیچ از یادم نمیبراید. خدا عمرش دراز کنه. همین خیلی انسانی مهربانه که بعد وفات شوهرش ما همسایه ایم. یک جای زندگی میکنیم. بین حولی من و وی دیوور نیست. بله السلام علیکم خاله های عزیز. سلام علیکم. خوب هستید؟ بشینید خاله جان. خیر پگاه جواب میشویم گفته شاید خوب آرزوها کرده ده؟ دکتر جان آرزوی ما تنجی و امانی است. البته خاله. آرزو هر یکی ماست خاله جان در مسئله به خانه پیرانسالان رفتنتون من با راهبریت آنجا صحبت کردم. نصیب باشد پگاه خودم شما رو به آنجا برده میمونم. تشکر دکتر جان. تشویش زیادتی کشیدید. ببخشید. خداوند به همه مراد و مقصدتون برساند. من از شما بسیار منتدار. پسرم یک بار هم ناومد. شما پسروار خدمت کردید. چی؟ به خانه پیرانسالان؟ نه من نمیمونم. دکتر جان من پگاه به خانه میروم همراه هم گرفته میبرم. من در دیه خانه و حولی کلام دارم. زندگیم خوب است. دگانه نگو. من و ماشه شما را زیق شوی نمیمونیم. خدا راضی باشد دگانه جان ما باز وا میخوریم. نمیخوام شما را تشویش دادن. ایمون همی گپوتا. خوب خاله ها نغزکک شما مصلحت کنید. حالا تا پگاه وقت هست صحبت کنید مصلحت کنید. خوب شد از دکتر جان. زیق نشوید. خوب سلامت باشید. خوش آمدید. بخشیش واقعا مادرم راست میگویند.
خوب میشد که خالای رحیمه را ما یک جای بدی همه بردیم. اونجا حولی کلان. اول اینکه مادرم با خالای رحیمه خیلی خوب اونس گرفتن. خوب میشد که میرفتن در همون حولی یک جای زندگی میکردن. یکم کمبودی نیست. شما با مادرتون زندگی نمیکنید؟ من در شهر کور زندگی میکنم، لیکن روزای استراحتی به عیادت مادرم میروم. خیر، خیلی خوب. مصلحت کنید. سلامت وقت باشید. است. خوب سلامت نظم باشید. مرحمت درآید. ممکن؟ مرحمت درآید. چرا نه؟ درآید مادر جان. مرحمت. عذر که شما رو تشویش دادم. نه این خیلی نگوید مادر جان. مرحمت شنید. خوش مادر جان، سلامتیاتون خوب است؟ خوب است پسرم، شکایت ندارم. خوش. بچه خلاص آمده؟ بچه جان، دوگانم سارا جان خیلی انسان خوب است. من همراهش میروم. شما رو دیگر تشویش نمیدهم. چی جای تشویش است مادر؟ این وظیفه ماست. لیکن شما نقص فکر کنید. شما و جمع همکارانتان برای من خدمتی زیاد کرده. پیش از رفتن آمدم که منت داری بیان کنم. همه تون رو فرزندوار دوست داشتم. شما هم فرزندوار خدمت کرده. فقط نمیدونم برای چی باشد که یک و یگانه فرزندم باره هم به نظر ناومد. زیغ نشوید مادر جان، زیغ نشوید. سراغه خالای سارا در دفتر قیدهایمون هست. مادر، من خودم هر هفته شما را شخصا خبر میگیرم. من حاضر. بچه جان، لابای خالا جان، میخواهم یک بار دیگر خانم رو بینم. خانه شما در کجاست خالا جان؟ آنجا دور نیست، سری راه، کوچه خیرالله میرزایی. خوب شد خالا جان. تشکر پسر. مایلش بچم، در دل شورمون نمانم. خوب شد خالا جان. میروم. دکنه شکر که سیاه سلامتم. خیرت که سیاه سلامت رو میبینم. مادر جان مهمش شما سلامت باشید. خواهش میکنم من رو ببخشید. Dedenizle bir işim var ya. Tam olarak çözemedim. Hadi hayırlısı. با کورس تکمیل اختصاص را بکنم. همون شب وقتی زنگ زدم نداشتم، لیکن بعضا وقتی وقت زنگ میزدم از احوالتون خبر میشدم. امیدوارم که الینتون رسانده است. گفت آروم شوید مادر. مادر جان، که تو سیاد سلامتی پسرم. خواهش میکنم مادر جان من رو ببخشید. بیا پسرم، میمان ها را به خانه تکلیف کنید. السلام علیکم. خوب هستید؟ گونه سرگردون نشو، خانه را دیدیم.
یگان روزی دیگه میشوم میبیویم حاضر ای میمون اومدیم دیگه نه سگو بچه ما روان میکنم البته میبیویی رختونه نگاه یک یولچوی میشیدیم بعد میرفتیم چیل میشود یگان روزی دیگه میشوم سلامت باشید خوش آمدید شما ما رو قرضدار کردید مادر جان بیایید مادر جان بیایید مادر مادر جان راستش رو گویید کلینتون به خبرگیریتون میرفت می اومد پسرم می اومد مادر جان من کلینتون رو به جای کارش برده سر قدم به کارخانه خودم میدرویم حجت رو تخت کرده زود برمیگردم مرحمت چای گیرید تشویش نکش پسرم خانه خودم از پسی کارت رو مادر جان خدا رو شکر که شما رو صحت و سلامت میبینم سلامت باش پسرم خیر یک دعا مادر جان الهی آمین هر کجا که باشی خداوند نگهبانت باشد صحت سلامت رفته صحت سلامت برگردی با کسب و کارت برکت میخواهم بچه آمین الله اکبر تشکر شما با حضور باشید مادر جان من زود برمیگردم خیر مادر احتیاط کن بچه بلش مادر جان دوستتون میدارم نفهمید که نفهمید اومدی بچیم ها اومدم سلام مادر جان سلام بچه جان کیلین در کجاست؟ به خونه مادرم میروم گفت بیا بچیم چای خنک نشود تشکر مادر جان من دیرتر نهاری میکنم خیر مادر جان ایست پسرم امروز حتما رفته کلین رو بیار
زندگی پستی و بلندی ها دارد پسرم. او هم سازش کنید. تو به هر حال مرد هستی. او مادر است. فرزندش رو گم کرده است. اومدن نمیخواهد مادر جان. چی کار کنم؟ پسرم تو زیغ نشو. من میدونم برای چی نمی آید. من امروز به خانه دوگانه‌ام میروم. یکون هفته آنجا میمونم. تو یک گلوچ کرده همسرت رو بیارو. زندگی خودت رو بین. وای مادر است. وای رو فهمیدن ممکن. مادر جان مایلش من میروم برای آوردنش، لیکن باوری دارم که او هیچگاه مرا نمیفهمد. خیر مادر جان من خیر پسرم. شما زیغ نشوید. مادر جان با تو دروغی گفتم که نابخشیدنی است. دروغ گفتم که مرا خواندنی روان کردند. دیگر چی می گفتم؟ همش از روی این. اما این باشد خرسندی کرده گشت است. با کانال موتوهوب تاجیکس ابونا شوید تا از ویدیوهای نو با خبر باشید. مادر جان با شما چی شد؟ مادر جان خواهش میکنم چشمانتون رو مادر جان. دور از تو بودم مادرم، پزمان من بودی، پزمان من بودی، پزمان من بودی. هر جا کی بودم مادرم، پزمان من بودی، پزمان من بودی، پزمان من بودی. هر جا کی بودم مادرم، پزمان من بودی، پزمان من بودی، پزمان من بودی. باره به سراغت نامدم مادری جان، هر لحظه و هر دم نگران من بودی، نگران من بودی، نگران من بودی. باره به سراغت نامدم مادری جان، هر لحظه و هر دم نگران
کجاست مادرم؟ مادر مادرم شیری سفیدم دادی، مهرم دادی، مهرم دادی. از ناکامی ها بسا امیدم دادی، امیدم دادی، امیدم دادی. رهرو زدم در زندگی مادر مرا ببخش، ارزنده نیام رنج تو را مادر مرا ببخش. رهرو زدم در زندگی مادر مرا ببخش، ارزنده نیام رنج تو را مادر مرا ببخش. این دیده پر آبی تو خود چشمه مهر است، چشمه مهر است، چشمه مهر است. من بعد مادرم قدری سخنه تو بسی پیر است، تو بسی پیر است، تو بسی پیر است. این دیده پرابی تو خود چشمه مهر است. من بعد مادرم قدری سخنه تا بسی پهر است، تا بسی پهر است.
мотооп Таджикс обуна шавед то аз видеои нав бохабар бошед.